سلام دوستان، من امیرکسم. اومدیم با اولین ویدیو از آموزش ICDL در چنلمون. اولین ویدیومون با برنامه وورد شروع میشه. اولین آموزش برنامه هم که بهتون میدیم برنامه وورد هستش، بعد برنامه پاورپوینت، بعد برنامه اکسل هستش. بعد تا حالا ببینیم من چی میشه و حتما یه ویدیو هم درست میکنم درباره کنترل ترکیبی های کیبورد که به درد خیلی ها خواهد بود. وقتی برنامه وورد رو باز میکنید با همچین صفحه روبرو میشید که خب اگه این اوپن رو بزنید میاد اینجا، میتونید فایلی که دارید و در هر جا خاصی ذخیره بکنید یا فایل هایی که از قبل ذخیره داشتید رو اینجا بازشون بکنید. این سربرگ نیو که بزنید یه سربرگ سفید براتون اول میاد که به نام بلانک داکیومنت مال صفحات وورد هستش. اینجا نمیگن صفحه، میگن داکیومنت 1 داکیومنت 2. حالا اگه شما خواسته باشید از صفحات دیگه استفاده بکنید، صفحات پر شده حالا که به کارتون میاد، مثلا اینها مثلا بیشتر فکر کنم برای رستوران ها به درد بخوره یا اینها. خب حالا ما با این صفحات کاری نداریم. اینجا میتونید صفحه مورد نظری که اگه دوست داشتید حالا به کارتون یاد سرچ بکنید، ولی ما با صفحه سفید کار داریم، میزنیم موش. خب وقتی وارد صفحه میشید با یک همچین نمودار مواجه میشید که بهش میگن سربرگ، اصلش سربرگ هوم، که خب تمام چیزایی که شما میخواین فعلا داره که تا با سربرگ های اینسرت داره و دیزاین، لی اوت و رفرنس و چیزای دیگه آشناتون بکنم که خیلی چیزها داره. خب حالا شما میخواین یه متن تایپ بکنید، مثلا با این فونت، به عنوان مثال من میزنم خب نگاه کنین این فونت چیز خیلی کوچیکه، متن. حالا شما میخواین اندازه متن و فونت اندازه متن رو بزرگ بکنید، مثلا میایم مثلا روی 18. حالا شما فرق رو ببین با این قسمت، با اینجا که موضوعش هست بهش میگن که فونت سایز، که حالا با کنترل ترکیبی های کنترل شیفت و پی میتونید اجراش بکنید. از این قسمت هم میتونید اجراش بکنید. یه راه سومی هم داره که کلیک واس کنید و لاکش کنید اینو متنی که حالا میخواین و دوباره یک کلیک واس دیگه روش بکنید و همه چیزایی که باز میخواین اینجا براتون مشخص میشه. میتونید کاتش بکنید، بعد دارین یه جای دیگه پیستش بکنید، میتونید کپیش بکنید، همینجا باشه باز میتونید یه جای دیگه کپی بکنید. همه اینا هست. و حالا مثلا ما با یه فونت دیگه میخوایم فونت سایز دیگه، مثلا با آخرین درجه 72، ولی خودتون میتونید اضافه بکنید، اونجا 72 هستش. مثلا با این فونت که میتونید تایپ کنید که خب فکر نکنم این فونت به درد کسی بخوره زیاد، ما اینا پاک میکنیم. خب فونت های دیگه هم هستش که حالا اینجا این فونت اصلی هستش که باهاش میتونید شکل نمودارتون، شکل متنتون تغییر بدین که با کنترل شیفت اف اجرا میشه.
حالا من اینجا چون فونت ها همه انگلیسی هست و من فونت فارسی فکر نکنم داشته باشم. چرا دارم؟ هم فونت انگلیسیشو براتون نشون میدم، هم فونت فارسیشو، و به داخل یه ویدیو اگه تونستم بهتون آموزش میدم که چجور فونت فارسی برنامه وورد رو دانلود بکنه، چون برنامه وورد فقط فونت انگلیسی داره و فونت فارسیشو باید دانلود بکنید. خب من اول از همه سایز فونتمون رو بزرگ بکنم، فونت سایزمون رو بزرگ بکنم، میذارم 18 با این فونت و بعد هم انگلیسیش میکنیم. نشان کانال رو میزنم. خب حالا ما میخوایم فونت های اینا رو تغییر بدیم. اول از همه میایم روی این قسمت. حالا من فونت های فارسی دارم که تغییر میکنه، اگه نگاه بکنید تغییر خواهد کرد. خب زیاده این فونت ها انگلیسی هستن که اینجا میاره. فونت های بعدی فارسی، فونت های مشخص. حالا مثلا من روی این میزنم، مثلا خب اون امریکنیشن تبدیل به این میشه و این فونت رو هم میخوام مثلا تغییر بدم، با اینهای بالا تغییر میکنه. این فونت از همه خوشگل تره و خب من میخوام حالا فونت های دیگه هم بهتون نشون بدم. سایز رو تغییر خواهد کرد، عوض میشه چون اینا فونت های فارسی هستن، عوض میشه. فونت های فارسی زیاد رو این بکار نمیاد، میگن فونت های انگلیسی. فونت های انگلیسی اینم خوبه، ولی خب این از همه قشنگتر هستش. خب حالا این فونت هایی بود که بهتون آموزش دادم در قسمت فونت در سربرگ هوم. خب حالا این چیزا هم بهتون الان میگم که مثلا چی هستن. مثلا شما باز ما هم اینو نشانش بکنیم. خب مثلا شما میخواین بزرگتر باشه، مثلا به اصطلاح توپوتر باشه، این گزینه رو بزنید توپوتر میشه بغلاش، بهش میگن بولد و با کنترل بی ارجاع میشه. به همین دلیل میگم یک ویدیو هم میسازم از کلید ترکیبی های کیبورد و اینه که ایتالیست اگه اشتباه نکنم با کنترل آی اجرا خواهد شد. خب یکم به متنتون شیپ میده، کجش میکنه و این یکی هم زیرش خط میکشه، با کنترل یو اجرا میشه که بهش میگن آندرلاین که یه خطی زیرش میکشه. حالا خطای شما میتونه خط دوتایی باشه، خطتون نقطه چین باشه یا مثلا این حالتی باشه. بعد اگه میخواین مثلا کنیم مریضاش اگه میخواین متنتون خطی بندازین از این گزینه استفاده میشه. خب این کنترل ترکیبی خاصی نداره و روش که کلید بکنید این اجرا خواهد شد. این X2 که اون X که پایینش یه دوی کوچیکی داره سایز رو کوچکتر میکنه، انگار میبرش زیر رادیکال کوچکتر میشه و این یکی هم بزرگترش میکنه که توان 2 داره. ببخشید من اشتباه کردم این قسمت رو. این به طرف پایین کوچیک میکنه و این یکی به طرف بالا. اشتباه منو بپذیرید، من اینجا یه که اشتباه کردم. خب بعد این A های بالا که زده، A اون قسمت A
اینا کنترل ترکیبی هاشون کنترل شیفت و یه علامت هستش، علامت بزرگ. خب این سایز متنتون رو بزرگتر میکنه اگه روش کلیک بکنید، و این یکی هم همون کنترل ترکیبی رو داره ولی با این تفاوت که علامت بزرگ تبدیل به علامت کوچک شده و خب این سایز متنتون رو کوچکتر خواهد کرد. و از این قسمت این قسمت چیز خاصی نداره، کوچک و بزرگترش ایشون خواهد داد. زیاد چیز خاصی نداره، از نظر من زیاد به درد نمیخوره. حالا خیلی اصلا شاید به دردشون بخوره ولی خب از نظر من این قسمت زیاد به درد نخورد. و از این قسمت من نشونتون بدم، از این قسمت میتونید شکل ایتون رو مثلا شکل متنتون رو تغییر بدید، مثلا زرد برجسته، خاکستری برجسته، رنگ هم داره، رنگ هاشون میتونید تغییر بدید، یا برجسته مثلا تو خالی اینجور، مثلا میتونید بهش سایه بدید. به این ترتیب با این حالت در میاد و این هم متن فارسیتون هم میشه این کار کرد. فکر نکنید فقط متن انگلیسیتون هست که میتونید باش این کار انجام بدید. و خب اگه پاک کن بزنید میتونید متنتون رو همه چیزهای که روش انجام دادید و کارهایی که روش انجام دادید رو از بین ببرید با این پاک کن. و حالا این قسمت چی هستش؟ این هایلایت میکشه روی متنتون. مثلا نگاه کنید من متن رو نشان بکنم. خب میتونید هایلایت بکنید و خب اگه از این هایلایت نخواستید مثلا نگاه کنید اینجا هایلایت میکنه، یا مثلا شما میخواین این متن رو هایلایت بکنید میاد. حالا من این سربرگ هایم بهتون توضیح میدم، میاد این قسمت و خب مثلا شما میخواین هایلایت سبزش بکشید مثلا به انتخاب خودت. و خب شما که با موس دارین این کار انجام میدین، شما کج انجام میدین و خب یه کمکی خراب خواهد شد. با اون قسمت میشه انجام داد. و یه راهکار دیگه هم هست برای اینکه مثلا درست انجام بدید، اینکه وقتی کشیدید با موس کشیدید کمی نگه دارید تا خود سیستم، خود برنامه وورد اون خطی که شما کشیدید رو صاف بکنه، کج نباشه. و خب میایم این قسمت. بعد این قسمت که میبینید زیرش حالا رنگ قرمز هست، با این قسمت میتونید رنگ نوشته‌تون رو تغییر بدید. حالا من اینجا نوشته بذارم. خب و من یه نوشته همینجور تایپ میکنم. خب مثلا میخواین شما این رنگ رو به قرمز تبدیل بکنید، اینجا میاد ولی ما فعلا از این قسمت میتونید رنگ نوشته‌تون رو تغییر بدین با این قسمت. حالا من رو قرمز میذارم به این ترتیب. و این قسمت میتونید این نشان ها پشت چیزتون بذارین، نوشته‌تون، که خب خیلی به کار میاد. مثلا این نشان برای مثلا امتحانات و اینها به کار میاد. این نشان برای امتحانات به کار میاد که مثلا در قسمت سوالات به کار میاد. و این نشان هم برای مثلا میگن گزینه‌ای رو تیک بزنه اینها به کار میاد، ولی خب این تو پره، اون قسمت تو خالیه. نشان 1 و 2 و 3 هم برای امتحانات به کار میاد. البته نگاه کنید خودش پرانتز میذاره، اینا به صورت مشخص شده از قبل هست. ABC یا ABC کوچک، ABC با پرانتز و چیز دیگه هم داره. اینجا میتونید مثلا یکم فاصله بده
متن مثلا چیزی که نوشتید رو مثلا اینجا مثلا 1 شد 1 دیگه. حالا من گزینه بعدی بزنم. آخ نه صبر کنین این چیزش اشتباه شد. 1 از 1 2. حالا من این سیستم بام لج کرده. 2 ما یه چیزی می نویسیم. این بعدی 3. خب مثل که این قسمت من این داشته اجرا می شده، به همین دلیل 1 و 2 می زده. اگه بیایم این قسمت اجراش بکنیم، چرا قسمت اینجا و این قسمت بوده. من از اینجا قسمت یادم رفت بهتون توضیح بدم. شما میتونید با این قسمت چیزا رو تغییر بدید. مثلا خب الان نگاه کنید 2 از 1 بعدی 3 میزنه. بعد یه چیزی حتما تایپ کنید. من یه چیزی تایپ میکنم که به بعدی 2 از 2 بعدی حالا 3. شما اگه 2 بار روی اینتر بزنید اینا تغییر خواهند کرد. یا اگه مثلا جایی که ما حالا موضوع گذاشتم، اگه مثلا این گزینه باشه مثلا 1 شما 2 بار بود اینتر بزنید کلا پاک میشه. پس سعی کنید اول انتخاب بکنید بعد چیز بکنید مثل من الان گیرتون نندازه. و خب این قسمت نشانگرتون رو میبره که مثلا میخواید از وسط صفحه شروع بکنید نوشتن، از سمت چپ شروع بکنید، از سمت راست شروع بکنید. و خب چیزا بیشتری هم داره که میتونید از اون قسمت نگاه بکنید. این کمی متنتون رو میبره جلو. این گزینه کمی متنتون رو میاره عقب. نشانگرتون رو که برای نوشتن. و خب این بالا پایین میکنه سایزو بیشتر کمتر میکنه اگر اشتباه نکنم دوستان. این قسمت من قشنگ نمیفهمم بکنم. بذارید من یه نوشته بنویسم اشتباه به شما توضیح ندم. این قسمت ببخشید این چیزی که نشان میکنید مثلا نگاه کنید الان بزرگ شد. این رنگ خاکستری بیشتر شد دیگه. مثلا شما میخواین یه متن چیز بکنید نگاه کنید کوچکتر میشه. نشان میکنید کوچکتر خواهد شد. من این قسمت رو اشتباه کرده بودم. خب حالا بعدی در این قسمت میتونید مثلا جایی که نشانگرتون هست رو کامل خط بندازید. این خط ها به کارتون میاد مثلا بندازید کامل خط بعد حالا شما اینتر که بزنید بیشتر هم خواهد شد. و خب خلاص شدن از شبه این کم سخت. خب مثلا شما جدولی دارید که میخواید خط بذارید، خط هاشو بعد دارید. خب این به کارتون میاد. این بیشتر در قسمت جدول به کارتون خواهد میاد. اینجا هم به کارتون میاد که مثلا اینجا خط بندازید. مثلا اینجا خط کامل برای نوشتن. مثلا در گوشه خط بندازید، در سمت چپ خط بندازید، در بالا خط بندازید، اصلا کلا وسطش خط بود، پایین وسط. همه چیزا اینا داره میتونید انجام بدید. بعد در این قسمت بزنید اگه من اشتباه نکنم این متنتون رو جابجا میکنه. مثلا از سمت راست میبره به سمت چپ. روش هم نوشته right to left text. اینه که left to right text. من وارد این قسمت نمیشم. این قسمت خیلی چیز ناهنجاریه. این قسمت بهتون میگه چند با اینتر زدید پاراگرافتونه اصلش. اما چقدر اینتر زدید پاراگرافتون نشون میده. مثلا چند پاراگراف نوشتید. حالا بعد بزنید از این قسمت شما میتونید استایل
استایل متنتون رو تغییر بدین و خب این گزینه بزنید استایل های بیشتری هم خواهید داشت. بعد این قسمتی که ما بهتون توضیح دادیم اینجا شد فونت، اینجا میشه پاراگراف و اینجا میشه استایل و خب اینجا ادیتینگ و میتونید متنی که میخواین ادیت بزنید و اینجا سرچ بکنید در قسمت فایند و این بزنید سرچ بکنید و خب متنتون رو بهتون نشون خواهد داد. بعد در این قسمت هم همون کار انجام خواهد داد. روی گزینه سلکت بزنید، سلکت آل کل متنی که نوشتید و از اول تا آخر براتون نشان میکنه، نگه میداره. این هم کارایی های دیگه هم خواهد داشت. خب اینجا که برید PDF میتونید PDF هاتون هم بیاین. خب بعد از این زم میتونین از ChatGPT ها، از مصنوعی هایی که دارید میتونین اد بکنید داخل نوشته‌تون و خب ازش استفاده بکنید. این ویدیو تموم شد. من بهتون آموزش خواهم داد که بعد چگونه شکل به نوشته‌تون اضافه بکنید. در قسمت بعدی چگونه عکس اضافه بکنید، چگونه جدول اضافه بکنید و خب خیلی چیزهای دیگه. با ما این سربک خیلی به درد ما خواهد خورد. پس لایک ویدیو فراموش نشه. خوشحال میشم سابسکرایب بکنید که منو داشته باشید. ویدیوامو از دست ندید. سعی میکنم از این بعد ویدیو بیشتری بزنم. زنگوله نوتیفیکیشن هم بزنید، فعال کنید و روی زد بزنید، روی توپوش بزنید، روی آل بزنید که هر وقت من ویدیویی گذاشتم یوتیوب بهتون خبر بده که ایکس ویدیو گذاشته و از ویدیوهای آموزشی ما لذت ببرید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.